سلام، دوره لینوکس برای هکرها. امروز میخوایم درباره مبحث دیرکتوری ها و فایل سیستم توی لینوکس صحبت کنیم که خیلی مهمه. باور کنید خیلی از بچه‌ها میان وارد دنیای لینوکس میشن، بعد یه دفعه میان از یه جایی شروع میکنن، این مفهوم رو درکش نمیکنن، بعد طرف میبینه مثلا مدت ها تو لینوکس کار کرده یا تو زمینه امنیت کار کرده، خب این مفهوم و کانسپت رو نمیدونه، یه جای سوتی میده که دقیقاً مربوط به همین قسمت. خیلی ساده است، خیلی اوکی، خیلی قابل فهمه، یعنی سعی می‌کنم تو 3-4 دقیقه این قضیه برای همیشه جا بندازم، بنابراین با دقت گوش کنید. ببینید، درباره فایل سیستم می‌خوایم صحبت کنیم. برای اینکه مفهوم فایل سیستم رو درکش کنید، یا من اون ایده‌ای که می‌خوام بهتون منتقل کنم، ببینید توی ویندوز مثلا به عنوان یه سیستم عاملی که ما از بچگی باش سر کار داشتیم یا خیلی باش کار کردیم، توی ویندوز ما فیزیکال درایو ها رو داریم. مثلا یه دونه هارد دیسک داریم، حالا با هر ظرفیتی میایم این رو پارتیشن بندی میکنیم. هر پارتیشنی در واقع یک فیزیکال درایو محسوب میشه و مثلا به هر کانسه درایو لتر میدیم، مثلا درایو C، درایو D، درایو E، درایو F. بعد تو هر کدوم از این درایو ها میتونیم مثلا فولدرها یا معادلش دیرکتوری تو لینوکس رو داشته باشیم. خب این ویندوز میذاریم کنار. اما توی لینوکس تا قاعده بازی متفاوته. توی لینوکس ما دیگه چندین فیزیکال درایو نداریم. توی لینوکس در واقع ما یه دیرکتوری اصلی یا پرنت یا مادر، مثلا بیس زیرساخت به اسم روت داریم. خب روت دیرکتوری که در واقع با علامت اسلش نمایش داده میشه، نحوه نمایشش. بعد تو دل اون روت دیرکتوری ما چند تا دیرکتوری اصلی دیگه داریم که حالا هر کدوم برای یک کار خاصی استفاده میشه. مثلا ما بین رو داریم، etc داریم، هوم داریم، لیب داریم، usr داریم و ور رو داریم. اینا اصلیان که تو دل روت دیرکتوری، یعنی اون بالا روت دیرکتوری، زیر مجموعش اینا رو داریم. حالا در ادامه اینا رو یکی یکی با هم دیگه بررسی میکنیم. روت دیرکتوری یا دیرکتوری اصلی، همون دیرکتوری بیس و پایه که از اونجا میشه به تمام تنظیمات و اطلاعات لینوکس دسترسی پیدا کرد. این دیرکتوری مخصوص یوزر اکانت روت. به عبارت دیگه یوزر اکانت روت میتونه به دیرکتوری روت دسترسی کامل و نامحدود داشته باشه. بنابراین به خاطر حساسیت و سطح دسترسی بالایی که یوزر اکانت روت داره، توصیه میشه که بهتره که ما جز در مواقع ضروری با یوزر اکانت روت لاگین نکنیم. یعنی برای انجام کار عادی روزمره و روزانه و کاری که واقعا جدا نیازی به دسترسی روت نداره، ما با یوزر اکانت روت لاگین نکنیم. این باعث میشه که اگر ما یه وقتی مثلا هک بشیم، خودمون گرفتار یه هکر بشیم، دامنه تخریب کمتر بشه. یعنی اون هکر صرفا بتونه مثلا تو پروفایل اون یوزر خاص فقط تو همون محدوده بیاد حالا کار خودش رو انجام بده، به نقاط بالاتر نتونه نفوذ کنه. حالا تعجب نکنین، درسته که ما خودمون هکریم، ولی خب بعضی وقتا هکرها خودشون هم هک میشن. خب از روت یه لول میایم پایین‌تر. دیرکتوری بعدی در واقع هوم دیرکتوری هست. به عبارتی هر یوزر اکانتی که توی لینوکس لاگین میکنه برای خودش یک هوم دیرکتوری داره، یعنی یک محیط اختصاصی و ایزوله داره که اصطلاحاً بهش میگیم هوم دیرکتوری. حالا من الان اگر بخوام بیام مثلا توی کامپیوتر کالی خودم، خب اینجا برم تو کالی مثلا با یه یوزر اکانتی به اسم جونیور اگر بخوام لاگین کنم، میام اینجا ترمینال رو که باز میکنم، ببینید ما الان توی هوم دیرکتوری یوزر اکانت جونیور هستیم. این هم علامتش. خب ما توی هوم دیرکتوری هستیم. اینجا مخصوص یوزر اکانت جونیور. و حالا مثلا اینجا من یه ls هم بزنم توی هوم، این یوزر اکانت برای خودش دسکتاپ داره، دانلودز داره، میوزیک داره، پرینترز داره، پابلیک داره، ویدیوز داره، همه اینا رو داره. حالا اگر یه یوزر اکانت دیگه بیاد بالا، اون هوم دیرکتوری خودش رو داره، درست شبیه پروفایل توی ویندوز. دیرکتوری بین در واقع نرم افزارهایی که روی لینوکس نصب کنیم به صورت دیفالت توی فولدر بین ذخیره میشه. یعنی یه اپلیکیشن، یه نرم افزار جدیدی رو نصب کنیم، میره توی بین. دیرکتوری بعدی etc هست. دیرکتوری etc در واقع فایل کانفیگ نرم افزارهای مختلف توی etc ذخیره میشه.
دیرکتوری بعدی مدیا. اگر ما بیایم در واقع یک درایو اکسترنال، مثلا یک سی دی مثلا یه دیویدی یا یه فلش درایو رو به کامپیوتر لینوکسمون کانکت کنیم، این در واقع توی دیرکتوری به اسم مدیا نمایش داده میشه. دیرکتوری بعدی لیب مخفف لایبرریه. لایبرری توی لینوکس چیزی شبیه به DLL توی ویندوزه. این داستان فایل سیستم ها توی لینوکس بود. خیلی خوبه که اینا رو بشناسیم. از این جلسات به تدریج که میریم، حالا وارد کالی میشیم و کارهای خاص انجام میدیم، با امکانات و ابزارهای مربوط به اون آشنا میشیم، آشنایی با این خیلی میتونه با ما کمک کنه. خب توی ویدیو قبلی ما در واقع که این ویدیو در واقع ادامه اونه، سری مفاهیم پایه و اساسی خیلی مهم دیگه رو من گفتم. بحثای پایه برای شروع کار با لینوکس، من لینکشو اینجا میذارم، توی دیسکریپشن میذارم. این ویدیو و اون ویدیو همشون مربوط به پلیلیست لینوکس برای هکرها هستن. لینوکس خیلی مهمه، سعی کنید کار با لینوکس رو شروع کنید، یاد بگیرید، مسلط بشین. قطعاً از یه جایی به بعد شما لذت میبرید و خیلی افسوس می‌کنید که چرا زودتر وارد دنیای جذاب لینوکس نشدید. بدرود.